ستا قلم چیری دی. ستا یعنی از شما، قلم یعنی خودکار. بعض مردم قلم هم میگه چیری دی. چیری یعنی کجا، دی یعنی هست. قلم شما کجا هست. زما قلم دغه دی. زما یعنی از من، قلم یعنی خودکار، دغه یعنی این، دی یعنی است، یعنی قلم من این است. ستا کمیس چیری دی. پیراهن شما کجاست. کمیس پیراهن. زما کمیس دغه دی. پیراهن من این است. ستا کور چیری دی. خانه شما کجاست. ستا یعنی از شما، کور یعنی خانه، چیری دی یعنی کجاست. زما کور دغه دی. این خانه من است. زما قلم چیری دی. خودکار من کجاست. زما یعنی از من، من. ستا قلم دغه دی. قلم شما این است. ستا یعنی از شما. ستا قلم دغه دی. زما کمیس چیری دی. پیراهن من کجاست. ستا کمیس دغه دی. پیراهن شما این است. زما کورنی چیری ده. خانواده من کجاست. زما یعنی از من، کورنی یعنی خانواده، چیری ده یعنی کجا هست. ستا کورنی دغه ده. خانواده شما این است. ستا مشوانی چیری ده. بوتل رنگ. مشوانی یعنی بوتل رنگ یا شیشه دوات، شیشه رنگ که با اون می نویسن. ستا مشوانی چیری ده. زما مشوانی دغه ده. ستا چوکی چیری ده. زما چوکی دغه ده. چوکی یا صندلی من کجاست. چوکی و صندلی شما این است. یعنی زما چوکی دغه ده. چوکی من این است. گفتگو. معرکه یا گفتگو. زلمه. ستا کتاب چیری ده. زلمه سوال میکنه، میگه کتاب شما کجا است. توریالی. توریالی یک اسم، زلمه هم یک اسم که برای اشخاص استفاده میشه. زما کتاب دغه ده. این کتاب من است. زلمه. نه، هغه ستا کتاب نده. ستا کتاب دغه ده. میگه زلمه او کتاب تو نیست. کتاب تو این است. توریالی. ستا کتاب چیری ده. توریالی میگه کتابچه شما کجاست. زلمه میگه زما کتابچه دغه ده. یعنی این کتابچه من است. بیلگه یا مثال. ستا قلم چیری ده. ستا مشوانی چیری ده. ستا کورنی چیری ده. میتونیم به اینجا خیلی از این هر کدوم دل شما خواست بنویسیم. معنای میشه مثلا ستا کورنی چیری ده. ستا قلم چیری ده. میشه ستا قلم چیری ده یعنی قلم شما کجا هست. به این قسمت هم میتونیم اینا رو از این خانه خالی ها پر کنیم. مثلا ستاسی کتابچه چیری ده. ستا چوکی چیری ده. ستا کورنی چیری ده. یا این معنا میده ستاسی یعنی از شماها. کتابچه شماها کجا هست. ستا از تنها میشه. ستا چوکی چیری ده. صندلی شما کجا هست. ستا کورنی چیری ده. خانواده شما کجا هست. بیلگه مثال. الف. زمان نوم شون کده. اسم من معلم است. الف. استری مشی شون کی. استری مشی یعنی مانده نباشین، خسته نباشین. شون کی یعنی معلم. زمانم رازق ده. اسم من رازق است. زمانم خطگرده. اسم من گلکار یا مزدورکار است. استری مشی زدکون کی. خسته نباشید دانش آموزا. استری مشی ملگرو. خسته نباشید دوستان. ز دکانداریم. من دکاندار هستم. ز بزگریم. من دیخان هستم یا کسی که روی زمین کار میکنه به او بزگر میگن. ز ترکانیم. من کوزگر هستم. 4. ته بزگری سوال میکنه، میگه یا شما بزگر هستین. ته بزگری. ته ترکانی تو کوزگر هستی. ته خطگری شما گلکار هستی. ته کار کوی شما چی کار میکنید. حق ته کار کوی او چی کار میکند. حق یعنی او. ته یعنی چی. کار کوی یعنی چی کار میکند. دوی ته کار کوی. آنها. دوی یعنی آنها ته کار کوی. ته یعنی چی کار کوی یعنی چی کار میکند. دوی یعنی آنها چی کار میکنند.